خب تو این جلسه میخوام یاد بگیریم که چگونه ضریب استکاکی ابتدای مسواک رو محاسبه کنیم. خب در جلسه گذشته یاد گرفتیم که اگر یک لوله‌ای رو در اختیار ما قرار بدم که قطر لوله مشخص باشه، مثلا 1 متر، ارتفاع ضریبی هم مشخص باشه 2 میلیمتر، و از من بپرسن ضریب استکاکی اف این لوله چقدره، من باید پاسخ بدم که ضریب استکاکی اف برای این لوله یک عدد ثابت نیست، بستگی به سرعت جریان در اون لوله داره، بستگی به ارتفاع ضریبی داره. اگر که سرعت جریان در اون لوله یک عدد خاصی باشه، من این عدد رو بردارم درون عدد رنولد قرار بدم و کمتر از 2300 بشه، مقدار اف که رو میتونم برای شما محاسبه کنم برابر خواهد بود به 64 به عدد رنولد. حالا اگر سرعت جریان زیاد کنم، جریان وارد رژیم جریان آشفته بشود، ولی ارتفاع لایه لرزش به گونه‌ای باشد که بالای ارتفاع ضریبی قرار بگیره، من میتونم از مقدار ضریبی ها و ارتفاع اون رو صرف نظر کنم و باز هم بگم F تابع از عدد رینولد. ولی اگر سرعت جریان در لوله خیلی زیاد بشه، یعنی در حقیقت بچه شما یک لوله با همین ارتفاع ضریبی رو حالتهای مختلفی رو میتونید بررسی کنید. سرعت جریان خیلی زیاد بشه، عدد رینولد شما خیلی زیاد بشه، به نحوی که ارتفاع لایه لرزش خیلی کم و ناپدید بشه اصطلاحاً و جریان فول توربولنت بشه، در این صورت آنچه که بر روی ضریب استکاکی F تاثیر میگذارد فقط ضریبی نسبی خواهد بود. خود ارتفاع ضریبی بچه برای ما اهمیت نداره، خدمتتون گفتم ضریبی نسبی برای من مهمه، اپسیلون به روی قطر لوله برای من اهمیت داره. حالا این بینابین هم یک حالتی هستش که هم میتونه عدد رینولد و نیروهای ویسکوزیته تاثیرگذار باشن بر روی ضریب F، هم ضریبی نسبی. این تا این جلسه من میخوام این روابط به صورت فرمولی خدمتتون بیان کنم، ببینیم چگونه میتونیم این روابط رو استخراج کنیم و همه روابط رو بتونیم یک جا داشته باشیم. همون گونه که قبلا در مورد ضریب استکاکی صحبت کردیم که ضریب استکاکی تابعی است از عدد رینولد و ضریبی نسبی. پس من یک نمودار ترسیم میکنم، دو تا محور وای خواهد داشت، یک محورش ضریب استکاکی F خواهد بود، محور وای دیگرش ضریب نسبی اپسیلون بی خواهد بود و محور افقی اون هم عدد رینولد خواهد بود. ما حالتهای مختلفی که در جلسه قبل بهش پرداختم میخوام در این دیاگرام و این چارت خدمتتون نمایش بدم. اولین حالت این هستش که جریان من آرام باشه. پس میدونم که ضریب استکاکی F فقط تابع از عدد رینولد خواهد بود. در این حالت نیروهای ویسکوزیته داره اهمیت هستند و ضریبی نسبی حرفی برای گفتن نخواهند داشت و اصلا اهمیتی نداره. هر چقدر هم شما ضرب باشه هم هیچ تاثیری در جریان آرام روی ضریب استکاکی F نخواهد. پس مقدارش هم همون بودی که قبلا میشه تحلیلی محاسبه کردیم، 64 به روی عدد رینولد هست. ولی من علاقه دارم که این نمودار رو بر حسب لگاریتمی نمایش بدم تا بتونم خیلی بهتر تغییرات خطوط رو نمایش بدم. پس نمودارم رو به صورت لگاریتمی کنم، هم باعث میشه که رنج بیشتری از اعداد داخل محورم داشته باشم و هم تاثیرات و تغییرات هر کدوم از این خطوط رو بهتر بتونم ببینم. خب برای اینکه این رابطه رو به صورت لگاریتمی بنویسم کافی هستش که از طرفین این رابطه لگاریتم بگیرم. لگاریتم در پایه 10 خواهد بود. از سمت چپ میشه لگاریتم F، سمت راست هم میشه لگاریتم 64 به روی لگاریتم رینولد. و میدونم که وقتی که به صورت تصحیح باشه به صورت تفاضلی هم میتونم بنویسم. پس میشه لگاریتم 64 منهای لگاریتم عدد رینولد. خب پس من میخوام با توجه به اینکه محور عمودی من به صورت لگاریتمی هست و محور افقی هم لگاریتمی هستش، اگر بخوام این تابع رو این لگاریتم F رو بر حسب لگاریتم رینولد ترسیم کنم، مثل این هستش که یک تابع خطی رو دارم ترسیم کنم. این محور وای ها خواهد بود و این هم محور ایکس ها خواهد بود و این هم یک عدد ثابت خواهد شد. پس نمودار من میشه وای مساوی است با سی منهای ایکس، یعنی یک تابع خطی با شیب منفی منهای ایکس دارم بیان کردم و سی هم یک از مبدأ تابع من خواهد بود، جایی که محور وای ها رو قطع. در نتیجه تابعی که من ترسیم کنم خطی. پس دلیل اینکه این تابع رو به صورت خطی ترسیم کردم به خاطر لگاریتمی بودن این نمودار هست و یعنی F مساوی با 64 به روی 0 یک تابع خطی نیست، یک تابع سهمی اگه خاطرتون باشه، مثل این هستش که شما تابع y مساوی با 1 به روی x رو بخواید ترسیم کنید، تابع سهمی. ولی وقتی به صورت لگاریتمی ترسیم میشه، همان گونه که خدمتتون توضیح دادم، یک نمودار خطی خواهد شد. خب حالت بعدی زمانی هستش که من در اون لوله درست جریان من آشفته میشه، به روی رینولدهای بالا میل میکنه سرعت جریان، ولی که هم میبینم که ضریب نسبیش تابع از عدد ضریبی نسبی نخواهد بود.
خب در این حالت اگه خاطرتون باشه بیان کردیم زمانی هم اتفاقی میفته که ارتفاع یا ضخامت زیرلایه لزج بیشتر از زبری‌ها خواهد شد، به خاطر همین هستش که دیده نمیشن. پس در دو حالت ممکنه که ضریب استحکاکی دارسی میسباخ باز هم تابع از عدد رینولد بشه. حالتی که اصلا در مسئله شما زبری وجود نداشته باشه، یا حالتی که زبری هست ولی درون زیرلایه لزج قرار گرفته. در این حالت هم اگه خاطرتون باشه باز هم عدد اف دارسی میسباخ تابعی از رینولد خواهد بود. ولی چه تابعی؟ فردی به اسم آقای بلازیوس و آقای پرانتل دو تا رابطه ارائه دادن. تو رابطه اول F رو به صورت 316 هزارم به روی رینولد به توان 1/4 یا 25 معرفی کردن. در سال 1913 آقای بلازیوس این رابطه ارائه داد و آقای پرانتل هم یک رابطه ارائه داد. این رابطه هم باز مشاهده می‌کنید که باز هم ضریب استحکاکی F دارسی میسباخ تابع از عدد رینولد. ولی توی مسئله اشکالی که وجود داره این هستش که شما F رو هم در سمت راست دارید و هم در سمت چپ، یعنی باز F شما معلوم باشه توی رابطه قرار بدید، رینولد هم بذارید که F رو به دست بیارید. به همچین روابطی که سمت راست و چپ مجهولا وجود دارن رابطه ضمنی میگن. برای حل همچین مسائلی با شما با سعی خطا حل کنید، یعنی اول یه F رو حدس بزنید، رینولد هم که مسئله به شما داده یه F رو به دست بیارید. اگر این F با F حدسی شما برابر شد خب مسئله خاطره پیدا کرده، اگر نبود Fی که از سمت چپ به دست میارید به عنوان حدس جدید در سمت راست قرار میدید و این مراحل رو انقدر تکرار میکنید که F سمت چپ و راست با هم دیگه برابر بشن. خب پس در لوله‌هایی باز هم تاکید میکنم در لوله‌هایی که ما یا زبری اصلا نداریم یا ارتفاع زبری ما اونقدر کم هست که در زیرلایه لزج قرار میگیره، اصطلاحاً گفتیم که اپسیلون پلاس یا رافنس رینولد ما کمتر از 5 باشه. در همچین حالت‌هایی ما به همچین لوله‌های صاف میگفتیم و عدد رینولدی که من در مسئله محاسبه میکنم مطمئنا بزرگتر از 4000 خواهد بود. اگه کمتر از 2300 باشه که جریان آرامه. برای جریان‌های آشفته در لوله‌های صاف هم همچون خدمتتون گفتم عدد F تابع از عدد رینولد هستش. اگر من بخوام این نمودار آقای بلازیوس رو استفاده کنم، چون استفاده از رابطه پرانتل همچون خدمتتون گفتم یک خلاص پیچیده و مشکل هست، از رابطه بلازیوس استفاده کنیم. اگر بخوام همچین نموداری رو ترسیم کنم یک همچین شکلی رو هم خواهم داشت. پس در این شکل هم مقدار عدد F تابع از عدد رینولد و به این صورت ترسیم میشه از اعداد 4000 به بعد. دوستان خاطرتون باشه ما در جریان آرام یا در لوله‌های صافی که در جریان آشفته هستن مشکلی نداریم، یعنی ضریب استحکاکی F وقتی چالشی میشه که در جریان آشفته قرار بگیره که ضریب نسبی اپسیلون به دی هم وارد داستان بشه. خب وقتی که جریان به همچین حالتی در میاد خب دیگه روش‌های تئوری پاسخگوی ما نخواهد بود، باید بریم وارد آزمایشگاه بشیم. فردی به اسم آقای نیکولاتسه در سال 1933 یک سری از آزمایشاتی رو انجام داد. در بعضی از منابع نوشتن 10,000 تا آزمایش انجام داد تا یک همچین دیاگرامی رو ترسیم کنه و دیاگرام ما رو کامل‌تر کنه. ایشون اومد برای یک سطح از لوله صافی با استفاده از ساچمه زبری مصنوعی درست کرد. خب این ارتفاع زبری مشخص بود، یعنی اپسیلون به دی رو داشت. عدد رینولد هم با توجه به سرعت جریان در اون لوله محاسبه می‌کرد. میومد افت جریان بین دو سر لوله رو محاسبه می‌کرد، توی رابطه دارسی میسباخ قرار می‌داد و این وسط F رو می‌کشید بیرون. روی حساب تونست این دیاگرام رو ترسیم کنه. آزمایشاتش رو برای جریان آرام همگونه که در این شکل انجام داد. برای لوله صاف پایین‌ترین منحنی که اینجا مشاهده می‌کنید برای لوله صاف هم انجام داد، اصطلاحاً اسموس وال ها هم کار کرد و برای حالت‌هایی که اپسیلون به دی و عدد رینولد هر دو مؤثر هستن انجام داد و در نهایت برای حالتی که عدد رینولد خیلی بالا بود ضریب استحکاکی فقط تابع از اپسیلون به دی هم میشد این محاسبات رو انجام داد. بعد از اون فردی به اسم آقای کولبروک در سال 1939 با استفاده از نتایج آزمایشگاهی آقای نیکولاتسه یک رابطه ای رو ارائه داد که در اون همونگونه که مشاهده می‌کنید هم اپسیلون به دی مؤثر روی ضریب استحکاک دارسی و هم عدد رینولد. ولی مشکل این رابطه دقیقاً مانند رابطه آقای پرانتل این هستش که باز هم ضریب استحکاک اف دارسی میسباخ درون رابطه در سمت راست هم وجود داره. باز هم برای حل این روش همونطور که خدمتتون گفتم با استفاده از سعی خطا باید محاسباتش رو انجام بدیم. بعد از این رابطه فردی به اسم آقای مودی در سال 1944 یک سری از آزمایشات دیگری رو هم که محققین دیگر روی
ضریب استکاک که دارسی ویسباخ کار کرده اون جمع آوری کرد و یک همچین دیاگرامی به اسم دیاگرام یا چارت مودی ارائه داد و همونگونه که در این نمودار میبینید در محور عمودی سمت چپ من ضریب استکاک F رو دارم با به صورت لگاریتمی از خاطرتون باشه و در محور افقی من عدد رینولدز رو دارم که باز هم به صورت لگاریتمی و در محور عمودی سمت راست هم من ضریبه نسبی رو دارم. تنها کاری که شما در مسائل باید انجام بدید این هستش که شما اول عدد رینولدز رو به دست بیارید، اپسیلون بدی هم که مسئله به شما داده از روی نمودار پیدا میکنید و با توجه به عدد رینولدزی که داده میتون نقطه رو به هم وصل میکنید و در نهایت به صورت افقی روی محور ضریب دارسی ویسباخ F عدد F رو قرائت میکنید و در اون مسئله قرار و تنها کاری که شما باید به عنوان کاربر انجام بدید است که عدد رو بخونید. اما اون چیزی که به عنوان مهندس باید بدونید و درک کنید رفتارهایی هستش که داخل این منحنی‌ها هست به چه صورت هست و چگونه خواهند بود. اصولا ما دیاگرام نمودی رو به 5 ناحیه تقسیم می‌کنیم. یک ناحیه عدد رینولدز من زیر 2100 یا 2000 هست که بهش میگیم ناحیه آرام، پس با شماره 1 مشخصش می‌کنم. بین 2000 تا 4000 ناحیه گذار یا ترانزیشن دارم، از آرام به آشفته جریان من داره گذار میکنه، پس ناحیه شماره 2 نامگذاری میکنم. یک خط اینجا دارم، بهتر بگم یک خط تا ناحیه که لوله من صاف هست، پس این قسمت هم میشه خط یا ناحیه شماره 3 من که فقط شامل همین خطه میشه. شما اینجا یک خطچین مشاهده میکنید. از این خطچین به بعد منحنی‌های من چه شدن؟ صاف و افقی شدن. روی دیگه تابع از عدد رینولدز نیستن و تابع از ضریب نسبی هستن. اینو من با ناحیه شماره 5 نامگذاری میکنم و این وسط به بینابین لوله صاف و حالتی که جریان من کاملا آشفته است رو با ناحیه شماره 4 مشخص میکنم. میخوام در مورد اینها صحبت کنیم. روندهای داخلی منحنی رو باز به عنوان یک مهندس بچه‌ها باید درک کنیم و بریم جلو. ناحیه اول که زیر 2100 هست یا اصطلاحاً لامینار ریجن هست، فقط زیرلایه لزج داخل مسئله دارم. کل جریان من ورقه است. اثر ویسکوزیته غالبه و به شکل تحلیلی هم ما اومدیم F رو به دست آوردیم 64 به روی رینولدز. ولی اصلا کلا نیازی به ترسیم این خط هم ما نداشتیم. برای اینکه چارت دیاگرام بودی برای همه اعداد رینولدز تکمیل بشه، نیاز قسمت آرام هم تکمیل می‌کنن، در صورتی که ما می‌دونیم مقدار F 64 به روی رینولدز هست. در مسئله چه گفته باشه لوله من کاملا زبره، چه گفته باشه لوله من کاملا صافه، اگر جریان آرام باشه اصلا اهمیتی نخواهد داشت ضریب‌ها. دقت کنید محورها هم به صورت لگاریتمی هستند، یعنی به جای اینکه من F رو بر حسب رینولدز ارائه بدم، لگاریتم F رو بر حسب لگاریتم رینولدز ارائه دادم و تو به حالت لگاریتمی هم اگر دقت داشته باشید اعداد نزدیک ضرایب 10 خیلی به هم دیگه چی میشن؟ نزدیک میشن و دلیلش هم خدمتتون گفتم به خاطر هستش که من رنج بیشتری از اعداد رو خدمتتون نمایش بدم. ناحیه شماره 2 که خدمتتون گفتم ناحیه ترانزیشن ریجن هست یا اصطلاحاً بهتره بگیم کریتیکال ریجن هست، یعنی ناحیه گذار از آرام به آشفته. من از هم دوست ندارم ترانزیت رو بگم چون در قسمت بعدی ترانزیت داریم و نمیخوام با اون اشتباه بشه. این ناحیه بحرانیه دیگه، یعنی ناحیه هستش که ما زیاد نمیشناسیم. چیزی که شما نمیشناسید اسمش بحرانیه، یعنی جایی که اینجا هم جریان آرامه هم جریان آشفته است، نه جریان آرامه نه جریان آشفته است. خود جریان آشفته الان یک ابهامه، چه برسه به جایی که بعضی از جاها آرامه بعضی از جاها آشفته است. یعنی ما هنوز این ور به صورت کامل که جریان آشفته است نمیشناسیم، توش گیر کردیم، چه برسه این وسطی که تکلیفش مشخص نیست. به خاطر همین ناحیه کریتیکال هست. اگه دقت داشته باشید قسمت اف رو نمایش نمیدم، اصلا نموداری این قسمت من ندارم و در این قسمت نمودار خالی میذارم یا به صورت خطچین نمایشش میدم یا هیچ چیزی نمیکشم. یعنی شما به عنوان مهندس نباید طراحیتون در این ناحیه قرار بگیره، باید جای قرار بگیره که شما درک خوب و شناخت خوب نسبت به اون ازش دارید. یا جریان شما کاملا آشفته است یا جریان شما آرام. ولی اگر به هر دلیل در این ناحیه قرار گرفت، مثلا عدد مورد شما برای محاسبه ضریب استکاک F میان ابتدا میان این نمودار 64 به رینولدز امتداد میدن از این قسمت هم با توجه به اپسیلون بدی اون نمودار مشخصه رو امتداد میدن، این وسط یه میانگین میگیرن. خب یک تخمین دیگه لازم مهندسی، ولی بهتر هستش که در کلا محاسبات شما در این ناحیه قرار نگیره. پس من یک عدد F از این منحنی میخونم، یک عدد F هم از منحنی بالایی میخونم، این دو تا رو با هم دیگه جمع میکنم تقسیم بر 2 میکنم، میگم مقدار F هستش که در ناحیه ترانزیت یا ناحیه گذار به دست آوردم. ناحیه شماره 5 ناحیه هستش که خطوط من افقی شده.
یعنی چی؟ یعنی ضریب اصطکاک دارسی در ناحیه شماره 5 دیگه تابع از عدد رینولز نیست. هر چقدر که رینولز تغییر کرده تو این ناحیه اگه دقت داشته باشین، مقدار ضریب اف دارسی میسباخ ثابت بوده. مثلا برای 500 هر چقدر رینولز تغییر کرده اف شما ثابت بوده، با این عدد تغییری نخواهد داد. و دلیل اون چیه بچه‌ها؟ به خاطر این هستش عدد رینولز شما خیلی زیاد شده، زیر لایه لزج شما خیلی کم شده مقدارش، زبریه‌ها اومدن تو لایه آشفته قرار گرفتن و باعث درهم شدن بیشتر جریان شدن و ضریب اصطکاکی F در این حالت دیگه فقط تابع از زبری خواهد. پس من در ناحیه شماره 1 و 3 جریان من فقط تابع از عدد رینولز با ضریب نسبی، هیچ تغییری نخواهد کرد ضریب اصطکاک دارسی. یک ناحیه شماره 5 دارم که توی ناحیه شماره 5 مقدار ضریب اصطکاکی F فقط تابع از زبری نسبیه. حالا یک ناحیه این وسط هم دارم که F از جایی که فقط تابع از عدد رینولز به جایی که فقط تابع اپسیلون به دی یا زبری نسبی گذار پیدا کرده که به این ناحیه ترانزیشن توربولنت هم میگیم، ناحیه گذار به جریان آشفته که طبیعتا هم این وسط اتفاق میفته. یک ناحیه گذار از جریان آرام که فقط تابع از عدد رینولز به جریانی که تا اف من یا ضریب دارسی من فقط تابع از زبری نسبیه، یا اصطلاحاً تو ناحیه شماره 5 هم فولی توربولنت رژیون میگن یا فولی راف رژیون میگن، یعنی جریان کاملا زبر. یعنی اون چیزی که در ضریب اصطکاکی F حرف اول و آخر رو میزنه زبریه. و بعد یک ناحیه وسط اصطلاحاً ترانزیشن دارم گذار میکنه جریان من از حالت آرام به آشفته که F میتونه هم تابع از اپسیلون به دی باشه و هم تابع از رینولز، یعنی اون مقدار اثرات ویسکوزیته هم هنوز در جریان باقی مونده، ولی اپسیلون به دی های زبری های من هم یک مقدار وارد جریان آشفته هم دارن میشن. ترکیب از این دوتا رو با همدیگه دارن در ناحیه شماره 4. و البته منحنی شماره 3 یا ناحیه شماره 3 که خدمتتون معرفی کردم این پایین ترین منحنی هستش که خدمتتون گفتم یک تافته جدا بافته هست دیگه بچه‌ها، بهش گفتیم لوله صاف یا اسموث پایپ بهش میگیم. ناحیه هستش که اثرات زبری درون اون دیده نمیشن چون زبری ها درون زیرلایه لزج قرار گرفتن. پس درسته که لوله شما زبره، درسته که جریان شما آشفته است، ولی چون ارتفاع زیرلایه لزج زیاد هست جریان من تابع از عدد رینولز هست و اثرات ویسکوزیته باعث شدن که هیچ گونه آشفتگی به خاطر زبریا در اون جریان به وجود نیاد و اصطلاحا زبریا رفتن زیر پتوی ناحیه لزج قرار گرفتن، مثل اینکه اصلا زبری وجود نداشته باشه. پس یا زبری وجود نداره یا زبریا اونقدر کم هستن که درون زیرلایه لزج قرار گرفتن. اگر دقت داشته باشین اگر این منحنی رو من امتداد بدم مقدار زبری من به زبری نسبی من میبینه که عدد خیلی ریز نزدیک به 0 رسیده. پس اگر از شما بپرسم در دیاگرام مودی در کجا F تابع از عدد رینولز، شما میگی در جریان آرام، در جریانی که عدد رینولز من کمتر از 2300 و در جریان آشفته‌ای که لوله ما صاف هست یا اپسیلون پلاس من کمتر از 5 که برای این یک رابطه جداگانه است و معرفی هم کردیم به اسم بلازیوس که ممیز 3164 تقسیم بر رینولز به توان 1/4 رو به عنوان ضریب F دارسی میسباخ معرفی کردیم. در جریان آرام لوله زبری داره ولی داره اهمیت نیست بچه‌ها. در جریان آشفته زبری حرفی برای گفتن داره ولی در لوله صاف اونقدر کوچیکن یا زیرلایه لزج اونقدر بزرگه که تأثیری نداره و به خاطر همین از بازی زبریا حذف شدن. حالا اگر اپسیلون پلاس من یا رافنس رینولز من از 5 رد شد چگونه چه اتفاقی میفته بچه‌ها؟ اگر به رابطه رینولز رافنس برگردیم خواهید دید که یا مقدار ارتفاع زبری شما در لوله زیاد بشه. چگونه چه اتفاقی میفته بچه‌ها؟ به مرور زمان مثلا شما رفتید لوله خریدین در کارتون 9 هست، مقدار ارتفاع زبری شما کمه ولی به مرور رسوب روی اطراف دیواره جداره لوله میشینه و ارتفاع زبری شما رو افزایش میده. یا یو استار رو شما که گفتیم که ارتباط داره با سرعت جریان و تنش برش، اون اگر افزایش پیدا کنه اپسیلون پلاس شما زیاد میشه و جریان شما فول توربولنس میشه، یعنی زبریا تاثیر خواهند گذاشت بر روی ضریب اصطکاک اف دارسی. پس وقتی میگیم لوله صاف بدین معنی نیست که هیچ زبری وجود نداره، بلکه زمانی هستش که مقدار بی‌بعد شده زبری یعنی همون زبری نسبی نسبت زبری به قطر لوله به گونه‌ای هستش که اثرات زبری درون زیرلایه لزج قرار گرفتن. هر چقدر که زبریای نسبی زیادتر بشن دقت داشته باشید مثلا 5000 رو مقایسه کنید با 1/10000
منحنی‌های F در رینولدزهای کوچیک کمتری فلت شدن. اصلا دقت داشته باشید در این رینولدز خاص در اینجا که عدد رینولدز من کم هست سریعتر فلت شده چون عدد زبری نسبیش بالاتر بوده نسبت به این منحنی Fی که مقدار زبری نسبیش کمتر هست نسبت به 500 و در رینولدز بالاتری باید وارد بشه که مقدار زیرلایه لزج من کم بشه تازه اون موقع زبریا خودشون نمایش بدن و تازه از اینجا به بعد هستش که فلت میشن و ضریب F دارسی من تابع از اپسیلون بدی یا زبری نسبی شده. مثل یک میله میمونه بچه دقت داشته باشید که اول که عدد رینولدز من کمه اثرات ویسکوزیته زیاده این میله تونسته خودش نگه داره بعد که جریان من داره رینولدز من به سمت آشفتگی زیاد میره میله من چی شده خم شده. اونم به این دلیل هستش که ضخامت زیرلایه لزج من داره کمتر میشه زبریا دارن وارد لایه آشفته تر میشن از اینجا به بعد از این نقطه به بعد اپسیلون پلاس من بزرگتر از 70 شده و زیرلایه لزج از بین رفته و جریان من کاملا آشفته میشه. تقابل دو تا نیرو رو شما میتونید در این خم شدن میله ها ببینید جایی که رینولدز و اثرات ویسکوزیته غالب بودن به مرور اثرات ویسکوزیته داره از بین میرن و جریان من فول توربولنت میشه و فقط تابع از زبری نسبی خواهد شد. و حالا شما به عنوان یک دانشجو در مسائل که خدمت شما خواهم داد کاری که باید انجام بدید همون خدمتتون گفتم خوندن مقدار F هست. F رو چگونه به دست بیارم؟ خدمتتون گفتم اگر عدد رینولدز شما کمتر از 2300 باشه جریان شما آرام اصلا نیاز به دیافراگم نخواهید داشت بلافاصله F رو از این رابطه جنگ 64 تا رینولدز به دست. اگر حالتی بود جریان شما در گذار از آرام به آشفته بود یعنی رنج 2300 تا 4000 بود همونجور خدمتتون گفتم شما باید یک عدد F رو از قسمت اولیه جریان آرام بخونید یک عدد F رو هم از یکی از این منحنیات مشخص اپسیلون بدی شما چند در مسئله بخونید این امتداد بدید وارد جریان گذار بیفته یه عدد بخونید از این قسمت هم امتداد بدید قسمت نمودار جریان آرام رو وارد قسمت ترانزیانت بشه یک عدد F هم اینجا بخونید میانگین این دوتا رو به عنوان F که در جریان بینابین یا گذار هست معرفی کنید. حالا اگر رینولدز شما بالاتر از 4000 باشه جریان من آشفته هست اپسیلون پلاس محاسبه کردن کمتر از 5 و در مسئله گفته شده رینولدز شما صاف هست بلافاصله مقدار F رو از این رابطه به دست بیارید. پس باز هم نیاز به دیاگرام نوری نخواهید داشت. پس این منحنی یا نمودار آخری که اینجا هستش معادلش مشخصه ممیز 3164 در هزارم به روی رینولدز به توانایی 4 یا همون 25 صدام که معروف به رابطه پلاس میشه. حالا اگر جریان شما آشفته انتقالی باشه در ناحیه شماره 4 قرار گرفته باشه جایی که جریان شما هم تابع از عدد رینولدز هم تابع از زبری نسبی و در این حال هم که خدمت میکنم چون معادله من ضمنیه یک معادلی هستش که نیاز به سعی و خطا داره یک مقدار مسئله پیچیده و بحران میشه بهتر هستش من از این رابطه استفاده نکنم یا از دیاگرام نوری استفاده کنم زبری نسبی و عدد رینولدز با هم بخونم بستشون کنم رو همون منحنی که وجود داره بلافاصله وقتی به هم رسیدن به صورت افقی بندازم روی محور قائمی که F هست و عددش رو برآورد کنم. پس بهتر است که از این رابطه استفاده کنم. اگر لوله من کاملا صفر باشه یعنی عدد رینولدز من در حالتی قرار بگیره که بعد از خدچین بیفته مقدار F رو شما میتونید از این رابطه استفاده کنید که رابطه کارمند هستش و همون که میتونید در اپسیلون پلاس ها یا گراف نسبی نورهای بزرگتر از 70 اتفاق میفته یا از دیاگرام بودی استفاده کنید. مثلا شما زبری نسبی رو به دست آوردید 4000 عدد رینولدز هم با توجه به اون ضرورت میکنید به صورت افقی مقدار F رو میکنید. پس در دو مورد آخر حتما باید از دیاگرام مودی استفاده کنید به جایی که از این رابطه استفاده کنید بهتر هستش که در دیاگرام که در اختیار شما هست مورد استفاده قرار بدید. روابط بچه خیلی متعددی برای محاسبه ضریب استفاده F معرفی هم شده. اگر یه سرچ ساده در ویکی‌پدیا بکنید خواهید دید که شاید 2 صفحه رابطه در مورد F رو دست آوردن ولی دقیقاً این رابطه همین رابطه هستش که به ضمنی هست به خاطر اینکه از این رابطه سعی خطایی فرار کنم مثلا آقای هالند در سال 1983 یک رابطه‌ای رو داده همون که شده این رابطه دیگه ضمنی صریح هست اکسپلیسیت هست و تابعی از مقدار زبری نسبی و رینولدز و من در این قسمت در سمت راست مقدار F رو ندارم اپسیلون بدی و رینولدز رو از صورت مسئله بردارم قرار F رو به دست میارم ولی همونجوری که مشاهده می‌کنید من به صورت تقریبی گفتم که مقدار F مقدار میشه مقدار دقیقش رو باز شما از رابطه ورود به دست بیارید.
خب قبل از اینکه این مسئله رو با هم دیگه حل کنیم اجازه بدین روندها رو با هم دیگه مرور کنیم. هم در جریان آرام و هم در جریان آشفته منحنی دارسی میسباخ F نزولیه. یعنی من هر چقدر که مقدار رینولدز رو بیشتر کنم ضریب F دارسی میسباخ کم میشه. خب به نظر شما این تناقض وجود نداره؟ ما قبلا گفتیم که هر چقدر مقدار جریان در میان لوله آشفته تر بشه تنش و برشی بیشتر میشه، افت جریان هم بیشتر میشه. ولی چرا مقدار F من داره کمتر میشه؟ خاطرتون باشه بچه‌ها، محور عمودی من در این قسمت ضریب استحکاک نه هدلاس یا افت هد و مقدار ضریب F شما کم شده، نه مقدار HL یا هدلاس شما کم نشده. اگر رابطه هدلاس رو دقت داشته باشین میشه حاصل ضرب F ضرب در L به روی D طول لوله قطر لوله B به توان 2 که B سرعت متوسط بود تقسیم بر 2 تا شتاب 3. پس درسته که در رینولدز های بالا F شما کم شده ولی مقدار سرعت شما خیلی زیاد میشه و چون به توان 2 هست دوبل میشه و به خاطر همین هستش که وقتی به شما گفتم که جریان شما آشفته تر بشه هدلاس شما زیاد میشه چون سرعت شما به توان 2 هم میرسه. ولی در جریان آرام درسته مقدار F من زیاده، دقت داشته باشید در جریان آرام مقدار F خیلی بیشتر از این حالتایی هستش که در جریان آشفته من دارم، ولی مقدار سرعت من پایینه. در نتیجه هدلاس من در جریان آرام یا افت هد من در جریان آرام مقدارش کمتر از زمانی که جریان شما آشفته بشه. حالا 3 حالت مختلف اجازه بدیم با هم دیگه بررسی کنیم. اگر زبری در مسئله شما در لوله شما افزایش پیدا کنه، مثلا جنس لوله شما پلاستیکیه، شما لوله رو عوض کردین یک لوله فولادی قرار دادین، یا با گذشت عمر لوله به خاطر رسول گذاری مقادیر زبری شما افزایش پیدا کنه. خب در این حالت چه اتفاقی میفته؟ اپسیلون به دی افزایش پیدا کرده چون دی قطر لوله ثابته دیگه، فقط ارتفاع زبری ها زیاد شدن. وقتی که اپسیلون به دی افزایش پیدا کنه مقدار F شما چی میشه؟ مثلا از این قسمت بیایم به سمت بالا با افزایش اپسیلون به دی ها F شما زیاد شده و چون F شما زیاد شده هدلاست شما یا افت هد شما هم افزایش پیدا میکنه. پس من اینجا میتونم بنویسم که با افزایش اپسیلون چون اپسیلون به دی هم افزایش پیدا کرده دی قطر لوله ثابته مقدار F هم زیاد میشه در نتیجه هدلاس یا HL من یا HF من چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. پس دلیل این که بچه‌ها در خیلی از طرح‌های پروژه‌های عمرانی از لوله‌های پلی اتیلن استفاده میکنن تا لوله‌های فلزی به خاطر این هستش که به مرور زمان تأثیر رسوب‌گذاریشون در لوله‌های پلاستیکی مانند کمتر هست و افت هد کمتری هم خواهند داشت. حالت دوم زمانی هستش که سرعت متوسط من زیاد بشه. خب چه زمانی سرعت متوسط زیاد میشه؟ وقتی که قطر لوله هم ثابته، زمانی که دبی شما در یک لوله زیاد بشه و وقتی که دبی در یک قطر ثابت زیاد بشه مقدار سرعت متوسط هم مقدارش زیاد میشه. خب وقتی که سرعت متوسط زیاد بشه توی دیاگرام مودی رو محور افقی من رینولدز رو داشتم، پس مقدار رینولدز من زیاد میشه. همچنین در رابطه افت هد من مقدار وی2 به 2G هم دارم، پس وی2 به 2G هم اینجا در مقدار افت هد افزایش پیدا میکنه. پس دو تا حالت تناقض دارم. عدد رینولدز زیاد شده پس من انتظار دارم چون رینولدز من زیاد شده F من چی بشه؟ ضریب دارسی من کم بشه. خب درست هم هست. ولی از طرف دیگری وی2 به 2G زیاد شده و وی2 از توان 2 هستش. پس نسبت به این حالت میتونم بگم که درسته که مقدار F کم شده ولی چون وی2 به 2G زیاد شده این وزن زورش بیشتر نسبت به F در نتیجه به صورت کلی میتونم بگم HL من افزایش پیدا میکنه. من اینجا بهتر هستش که اینش هم باید بزرگ نشون بدم که اشتباه نشه. خب حالت بعدی قطر لوله افزایش پیدا کنه. در یک دبی ثابت فرض کنید که من لوله رو جایگزین یک لوله با قطر بزرگتر کردم. خب وقتی که همچین اتفاقی میفته خاطرتون باشه من میتونم بنویسم سرعت متوسط برابر است با حاصل تقسیم دبی به روی پی چهارم دی به توان 2. خب قطر لوله افزایش پیدا کرده پس سرعت چی میشه بچه‌ها؟ کاهشی خواهد بود.
پس سرعت رو من به صورت، چون به توانش 2 هست، دوبله می‌نویسم. چون به توان 2 رسیده، پس سرعتم 2 برابر کاهش پیدا می‌کنه. حالا این مقدار سرعتی که من نوشتم و مقدار دی من در دیاگرام عمودی هم اپسیلون به دی دارم، چون دی من افزایش پیدا کرده پس این کاهشی خواهد بود. و از طرف دیگه هم بحث همون عدد رینولدز رو دارم. عدد رینولدز من با کاهش مقدار سرعت کاهشی خواهد بود، چون میدونید تعریف رینولدز وی به دی به روی ویسکوزیته هست. پس این مقدار هم، پس رینولدز هم مقدار کاهشی رو به خودش میگیره. خب اپسیلون به دی کم شده، رینولدز من هم کم شده. اگر دقت داشته باشین توی نمودار یک حالتی هستش که اپسیلون بدی کم شده، پس اف کاهشیه، ولی از این سمت من رینولدز من کم شده. وقتی رینولدز کم بشه مقدار اف چی میشه؟ افزایشی میشه. ولی تو این حالت تاثیر اپسیلون بدی خیلی بیشتر از مقدار رینولدزه. پس به صورت کلی در این همچین حالتی مقدار اف ضریب دارسی شما کاهشی خواهد بود. خب بریم ببینیم چه بلای سر افت هد میاد. خب اف من کاهشی هست، درسته. ال طول لوله هستش که کاری باش نداریم. دی قطر لوله افزایش پیدا کرده، پس اچ ال چی میشه بچه‌ها؟ مقدارش کم خواهد شد، چون در مخرج قرار گرفته. خب سرعت چه اتفاقی میفته؟ سرعت شما گفتیم دوبل کاهش پیدا میکنه. در این قسمت وی 2 به 2 جی رو دارم، پس سرعتم به توان 2 رسیده. پس دوبله که اگر بخوام بگم به توان 2 برابر اون کاهشی خواهد شد، میتونم بگم چوبله کاهشی میشه. پس 4 تا فلش میکشم، چون 2 برابر خودش کاهشی بوده به خاطر قطر لوله و از این طرف هم که وی به توان 2 هم رسیده، پس 2 تا فلش به سمت پایین میذارم. پس هم دقت داشته باشین اف شما کاهشیه. مقدار ال به دی که دی در مخرج قرار میگرفت، چون دی افزایشی بود ال به دی کاهشیه، این قسمت هم 4 برابر کاهش پیدا خواهد کرد. پس اچ ال خیلی کاهش پیدا میکنه بچه‌ها. پس به طور کلی ما همیشه دنبال این هستیم که قطر خط لوله رو بزرگتر بگیریم تا تلفات کمتری داشته باشیم. چون تلفات خاطرتون باشه برای ما دشمن ما هستش. من اگر تلفات در مسیر لوله داشته باشم نیاز به انرژی دارم که به این تلفات رو جبران کنه. یعنی واسه برم پمپ بذارم، بعد برق بکشم براش. ولی به هر حال قطر ما بیشتر از یک حدی نمیتونه باشه، چون اولا باز فضای در یک ساختمون شما یک فضای زیادی برای قطر بزرگ در نظر بگیره. بعد هزینه خرید میخواد. بعد اگر قطر لوله شما افزایش پیدا کنه مشکل رسوب گذاری هم شما دارید. پس یک حالت بهینه رو شما باید برای قطر لوله در نظر بگیرید. خب بچه این کلیاتی بود که حتما شما باید در ذهنتون داشته باشید. پس نکته مهمی که شما باید در نظر بگیرید در مورد خود ضریب اصطکاک اگر شما پرسیدن چرا در دیاگرام عمودی مقدار F نزولی هستش، شما باید بگین که درسته F نزولی هستش، ولی چون من اینجا وی 2 به 2 جی دارم، رینولد زیاد شده، سرعت زیاد بوده و به توان 2 رسیده، افت هد من خیلی مقدار بیشتری داره نسبت به حالتی که رینولد من در حالت آرامه. افش درسته زیاده، اف زیاد هم باشه. اگر دقت هم داشته باشین اعداد اف اعداد بالایی هم نیستن. مثلا اینجا 5 صدامو دارم نسبت به 2 صدام. مقادیر بالاتر دلیل این نیستش که مقدار اچ اف رو خیلی تحت تاثیر قرار میده. خب در اون حالت پس حرف اصلی رو در مقدار اچ ال وی 2 به 2 جی میزنیم، چون توان 2 من باش سر کار دارم. پس در جریان آرام مقدار وی 2 به 2 جی مقدار کمی هستش، چون زورش بیشتر نسبت به مقدار F، HL کمتری دارم نسبت به جریان آشفته که خدمتتون توضیح دادم. با هم دیگه یک مسئله رو حل کنیم تا بتونیم این قسمت از محاسبه افت هد در لوله ها رو ببندیم. خب با هم دیگه بچه‌ها یک مسئله رو بررسی کنیم تا با کاربرد استفاده از دیاگرام عمودی در محاسبه هد لاس یا افت هد بیشتر آشنا بشیم. خب این مسئله به ما داده شده که آب با دمای 20 درجه جریان دارد با دبی 500 متر مکعب در ثانیه در لوله‌ای به قطر چقدر؟ 20 سانتی. خب جنس لوله هم در مسئله به شما گفتن. ما یک جدولی داریم که جنس‌های مختلف لوله به شما داده میشه و شما بر اساس اون ارتفاع ضربی رو می‌کنید. جنس لوله در این مسئله چی هستش؟ آسفالت کست آیرون تایپ هست. یعنی از جنس چدن هست که در مورد ارتفاع ضربی در لوله چدن یک جدولی هست. از ما چی خواسته؟ گفته هد لاس رو به دست بیاریم برای 1000 متر یا 1 کیلومتر از این لوله. پس همه چی رو مشخص کردیم. آب با دمای 20 درجه این مقدار دبی در اون جریان داره، طول لوله هم 1000 متر یا 1 کیلومتر، قطر لوله هم
20 سانتی متر یا 0.2 متر. جنس لوله هم از جنس چدنی هست. انواع جنس های مختلف از لوله میتونه داشته باشه. یک جدولی هستش که این جدول هم در اختیار شما قرار داده میشه. مثلا در این جدول که ارتفاع زبده اینجا به جای اپسیلون با کای اس نشون داده، هم بر حسب میلیمتر بیانش کرده هم بر حسب اینچ. پس این کای اس همون چه اپسیلونی هستش که من خدمتتون گفتم. گفته در لوله‌هایی که جنسشون گلس یا شیشه‌ای هست اصلا شما میتونید بگید زبده وجود نداره، چون کاملا صاف و صیقلی هست، اسموث هستن همچین لوله‌هایی. مقدارش صفره و انواع مختلف لوله‌ها هم گفته. در لوله‌های شدنی مقدار ارتفاع زبده یا اپسیلون من 12 صدم هست. پس شما میایین در جدولی که در اختیار شما هست مقدار 12 صدم رو یادداشت کنید. خب همه چی مشخصه. من برای محاسبه هدلاس و استفاده از رابطه دارسی-میسباخ که معرف شما هست، حاصل ضرب F در L به روی D میدو به 2G هست. L مشخصه، D هم مشخصه. D رو بر اساس مقدار DB که مسئله داره میتونم به دست بیارم. تنها مجهول من مقدار F یا ضریب استکاکی دارسی-میسباخ هست. اونو باید چگونه به دست بیارم؟ خب برای حل اون خوب دقت داشته باشید. اولین کاری که من انجام میدم میدونم F تابعی از عدد رینولدز هست و زبده نسبی. اولین قدمی که شما باید بردارید این هستش اول عدد رینولدز رو به دست بیارید. چرا جریان شما آرام باشه. اگر جریان شما آرام باشه این که جنس لوله چی باشه اصلا اهمیتی نداره. ارتفاع زبده اصلا اهمیتی نداره. شما بلافاصله مقدار 64 به روی رینولدزی که به دست آوردین قرار بدید مقدار F شما به دست. پس اول باید بدونید محدوده رژیم جریان شما چی هستش. اولین کاری که من انجام میدم سرعت متوسط رو به دست میارم. حاصل تقسیم dB به روی سطح مقطع هستش. dB مقدارش مشخصه، فی 4 مقدار 1.59 متر در ثانیه مقدار سرعت متوسط میشه. رینولدز بر اساس سرعت متوسطی که محاسبه کردن به دست میارم. حاصل ضرب سرعت در D به روی مقدار ویسکوزیته. مقدار ویسکوزیته هم خب من میدونم دمای آب 20 درجه است از روی جدول، یا نه بچه حتما این عدد 10⁻⁶ به عنوان یک عددی که به عنوان ویسکوزیته سینماتیکی آب هست در ذهنتون باشه، متر مربع به روی ثانیه. خب مقدار ویسکوزیته هم من دارم قرار میدم. عدد رینولدز این جریان درون لوله مقدارش 3.18 ضرب 10⁻5. پس این عدد بزرگتر از 4000 هست. از جریان من آشفته است. پس من با یک جریان آرام سر کار ندارم. پس کارم داره سخت میشه. پس در مرحله بعدی حتما باید ارتفاع زبده رو داشته باشم تا با اون بتونم اپسیلون به دی رو به دست بیارم که از دیاگرام مودی استفاده کنم. خب کای اس یا هم اپسیلون رو ما خاطرتون باشه بر لوله شدنی معرفی کردیم 12 میلیمتر. پس این اگر بادش بر حسب میلیمتره، چون عدد من میخواد بدون بود باشه خاطرتون باشه باید مقدار دی هم بر حسب میلیمتر باشه. یا نه مقدار اپسیلون رو میخوایم بر حسب متر بنویسیم باید اون رو تقسیم بر 1000 کنیم. در هر صورت چون یک عدد بدون بعد هست حتما واحد اپسیلون و دی شما باید یکی باشن. خب در این مسئله در پاسخش مقدار کاس یا هم اپسیلون رو بر حسب متر نشون داده که هم مقدار 12 رو تقسیم بر 1000 کرده، یعنی 1000 تقسیم کرده، تقسیم بر دی که قطر لوله باشه و مقدار شما 0.2 داشتید. اگر دو تا به هم تقسیم کنید مقدار 6/10000 به دست میاد. پس اپسیلون به دی یا زبده نسبی شما میشه 6/10000. قابلیت و کاربرد و مزیت استفاده از دیاگرام مودی این هستش که شما دیگه نیازی ندارید اپسیلون پلاس یا رافنس رینولدز حساب کنید که مثلا اونجا چک کنید که آیا کمتر از 5 بزرگتر از 70 و بعد بیام تصمیم بگیرم. نه، من اپسیلون بدی رو حساب کردم، رینولدز هم حساب کردم، اون نموداری که در اختیار من قرار دادن میندازم و بر اساس اون و دیاگرام مودی میتونم با داشتن عدد رینولدز و داشتن اپسیلون بدی مقدار اف رو به دست بیارم. خب چگونه به دستش بیارم؟ دیاگرام مودی رو با هم دیگه یک بار دیگه چک کنید. خب عدد رینولدز من شده بود 3 ضرب 3.18 ضرب 10⁻5. خب این 10⁻5 مقدار 1 در 10⁻5، این 10⁻6 1 در 10⁻6 الی آخر. پس اینجا 1 در 10⁻5، 2 در 10⁻5، پس 3 یک عدد بین 2 و 4 میشه. پس اینجا این مسئله میتونم چه داشته باشم؟ عدد رینولدز مسئله من هست. خب بعدش من یک خطی رو ترسیم کنم تا مطمئن بشم که مقدار مثلا عدد رینولدز من در این محدوده است. اگر من این کار رو انجام بدم یک همچین حالتی رو تو ذهنتون داشته باشید که عدد رینولدز من اینجا هست. خب اپسیلون بدی رو چند دست آورده بودیم؟ خب روی این محور که اپسیلون بدی من
یا زبری نسبی هست، اینجا نوشته ریلیتیو رافنس هست. مقدار زبری نسبی رو من چند دست آورده بودم؟ 6/1000. خب این 6/1000 یک نمودار، یک میله مربوط به خودشو داره که همون میله F ضریب استکاکی دارسی میسباخ باشه. خب من روی همین مقدار F حرکت میکنم. ببین بچه‌ها، روی F حرکت میکنم، میام تا جایی که عدد رینولدز رو میتونم بخونم. یعنی دقیقاً در این نقطه که رسیدم همون عدد رینولدز من هست. پس یه بار دیگه بگم، روی محوری که روبروی عدد 16000 هست حرکت میکنید تا برسید به مقدار عدد رینولدز. روی عدد که رسیدین، یعنی جایی که تقاطعی که همدیگه رو قطع کردن رسیدین، به صورت افقی، یعنی از این نقطه من اگر یک خط دیگه بخوام ترسیم کنم، از اینجا دقیقاً یک خطی رو رسم میکنم به صورت افقی روی محور عمودی F. خب شما چه عددی رو میتونید اینجا بخونید؟ این که 15000 هست، این هم 20000 هست. هر کدوم از این واحدها 1000 هست. پس این عدد میشه 19000. پس F که شما به عنوان ضریب استکاکی میکنید در این مسئله 19000 هست. حالا ممکنه شما عدد رینولدز رو که خدمتتون گفتم، ولی اپسیلون بدی شما در این اعداد نباشه. یعنی محورایی که اینجا ترسیم شده، مقدار اپسیلون بدی شما رو شما نتونید ترسیم کنید، بین اینکه از این اعداد باشه. مثلا 3000 هست، اینجا 2000 رو دارم، 4000 هم دارم، 3000 ندارم. همچین مواقعی باید چیکار کنیم؟ شما باید یک خط یا یک میله فرضی تجسم کنید که بین این دوتا قرار داره. مثلا اگر من یک میله فرضی در نظر بگیرم، دقیقاً میام جلو تا برسم اینجا. به اینجا که رسیدم اینو به صورت عمودی وصل می‌کنم. یا ممکن عدد رینولدز شما اینجا بیفته مثلا. پس من یک خط فرضی تجسم می‌کنم، یک میله فرضی تجسم می‌کنم، همینجوری اینجا که خم میشه اینم باش خم می‌کنم، دقیقاً بین دو تا واسطه بیفته همین مورد. رسیدم به وقتی که به این قسمت به همون عدد رینولدز مورد نظر مسئله رسیدم، به صورت افقی رو محور عمودی که همون محور ضریب استکاکی دارسی میسباخ باشه وصل میشم و عدد F رو قرائت می‌کنم. پس طریقه قرائت و استفاده از این دیاگرام عمودی به همین راحتی است. برای ضریب‌های نسبی که بین این اعداد هستن، حتما باید یک میله‌ای رو فرض کنید که بین دو تا بالای قرار گرفته. مثلا خب F رو خوندم 19000. پس به راحتی در معادل دارسی میسباخ به ضریب دارسی میسباخ F مقدار 19000 قرار میدم. L 1000 متر هستش، V هم مشخصه، سرعت مقدار V هم به دست آوردن دیگه مورد تمرین به تمام می‌رسونم. دو تا شتاب صفر مقدارش میشه 12.2 متر. پس تا اینجای کار ما یکی از روش‌های محاسبه افت که معروف بود دارسی میسباخ که در این درس غالب مسائل با این روش استفاده می‌کنیم و خدمتتون توضیح دادم. در بخش بعدی من می‌پردازم به یکی از روش‌های دیگری که ابتدا جلسه من خدمتتون معرفی کردم به اسم هایزن-ویلیامز. اون یک روش تجربیه برای محاسبه افت یا HL و خواهید دید که اختلاف خیلی کمی اعدادی که شما از طریق رابطه دارسی میسباخ به دست میارید و اعدادی مثلا از طریق هایزن-ویلیامز به دست میارید، تفاوت‌های خیلی اندکی با هم دیگه دارن. خب در این مسئله میتونم توجه داشته باشیم مقدار عدد رینولدز و زبری نسبی که به دست آوردیم در ناحیه چندم قرار می‌گرفت؟ در ناحیه 4 قرار. من اگر بخوام با توجه به رابطه هولبروک استفاده کنم، باید با استفاده از سعی و خطا این کار انجام میدادم تا برسم به مقدار 19000. با توجه به رابطه‌ای که به شما دادم و با استفاده از برنامه‌نویسی، اینجا هستش که زبان برنامه‌نویسی میتونه من کمک کنه. مطمئنا شما حدس خواهید زد که چه دستوری من باید استفاده کنم که کار سعی و خطا رو برام انجام بده. مقدار F رو اینقدر حدس بزنه، یک عملیاتی رو اینقدر تکرار کنم تا زمانی که F حدسی من با F واقعی من با هم دیگه برابر بشن. حتما شما میتونید کدش رو به راحتی با چند خط بنویسید. پس برای مسئله همین فرضیاتی که صورت سوال به شما داده، یعنی اپسیلون بدی مشخص، دیوی مشخص، قطر هولو مشخص، طول هولو مشخص، شما به جایی که از دیاگرام عمودی مقدار F رو حساب کنید، با استفاده از یک زبان برنامه‌نویسی مثل مطلب و رابطه‌ای به اسم هولبروک که به شما داده شده، به مقدار F رو به دست بدین. یک F حدسی رو بدین، مقدار Fی که از اون حلقه شما باز خارج بشه مقدار F 19000 اومد. وقتی که مقدار F 19000 رو به دست آوردین، با حاصل ضرب این سه تا پارامتر مقدار HF رو به دست میارید. پس قسمت چالشی کد شما به دست آوردن مقدار F هست بدون استفاده از دیاگرام مودی. این برنامه رو تا 5 روز آینده حتما بنویسید و برای بنده ارسال کنید. در جلسه بعدی معرفی روش هایزن-ویلیامز می‌پردازم. موفق و پیروز باشید.